شما را خوش آمدید میگیم با یک دیگر از گزارش های شهری ما. امروز آمدیم به منطقه سرک که یعنی براتون بگیم اتصالی است از پروان سوم الا باغ بالا. کار نیک است. هر کسی که باشه میفهمه کار بسیار نیک، کار بسیار خوب. هرچی که آبادی شود تنها در اینجا نیک، در تمام کابل، در تمام افغانستان هرچی پیشرفت کنه ما به خیر مردم است. شما در قسمت ختم پروژه قرار داریم. یک قسمت رمپش است که به اینجا سرک بادامباغ ارتفاعش 5 متر بالاتر از سرک پایینی ما است. به شکل رمپ به اینجا پرکاری میشه. روز 3,500 میگیریم. علاوه 3,500 باز کرایه موتر و این نان و این مسائل یا باز در گردن شرکت است و یک وقت نان چاش در گردن شرکت است. 98% باید چقدر دیگه باید تست بگیرین لابراتوار بشه، باید طبق لابراتوار ملنگر بشه. اینا لمی یک کمک بر ما زمین لنگر بر ما بگو که چی رقم شما کار میکنین، با کدام درجه کار میکنین شما، مثلا سفتی سرک چقدر شوه از خاکی مسائل یا دیگه رو بر ما بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام نثار شما. آرزومند هستم که جور و صحت و سلامت باشین. شما را خوش آمدید میگیم با یک دیگر از گزارش های شهری ما. امروز آمدیم به منطقه سرک که یعنی براتون بگیم اتصالی است از پروان سوم الا باغ بالا. سرک که متصل میشه به سرای شمالی، باغ بالا و پروان سوم. الحمدلله شکر آبادی فراوان است. شاهد سرکسازی ها، شاهد آبادی ها به هر گونه که است. وطن بخیر به سوی پیشرفت و ترقی است. باز هم دوستای عزیز تمنا داریم، با آرزوی عزیز هستم از شما بیننده های ارجمند که تا پایان با ما همراه باشین و میریم جزئیات تکنیکی و معلومات بیشتری را از کسایی که اینجا کار میکنن و خصوصا در کوشای عزیز هستیم که مسئولین از این پروژه را با خود داشته باشیم. قبلا ما از این ساعت گزارش داشتیم چون از آغاز برنامه بود، از آغاز از این پروژه بود و حالا شما هم به تصویر مشاهده میکنین که کار که به 80% رسیده. آمدیم تا از یک گزارش تهیه کنیم شما و چند تصویر زیبا از ساحه بازسازی سرک اتصالی پروان سوم، سرای شمالی و باغ بالا. بازم شما را خوش آمدید میگیم از برنامه. در کنار ما انجینیر صاحب محترم، کسی که با ما هستن و ما هم قبلا در آغاز از این پروژه که شروع شده بود و من در انونس گفتم با ما معلومات شریک کردن و باز هم ایشان با ما هستن و میخوایم جزئیات بیشتر و بیشترتر را از اینا بگیریم. انجینیر صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر سلامت. زنده و سلامت باشین. ما شما خو یک تجربه داشتیم. قبلا فکر کنم در اول پروژه آمده بودین. جانا. بله. جناب انجینیر صاحب کوتاه خود معرفی کنین و با جزئیات بر ما در رابطه با این پروژه که الحمدلله شکر رو به تکمیلی است بر ما و بر هموطنان عزیز ما معلومات شریک. بازم به نام خدا مصطفی هستم، یکی از انجینرهای می پروژه پروان سوم الا سرک بادامباغ سر شمالی که پروژه ما از 560 متر طولش است که از چهارراه پروانسی شروع میشه که حالا ما شما در قسمت ختم پروژه قرار داریم. یک قسمت رمپش است که به اینجا سرک بادامباغ ارتفاعش 5 متر بالاتر از سرک پایینی ما است. به شکل رمپ به اینجا پرکاری میشه. بعد از اون انشاءالله بعد از ختم همی پرکاری ما در قسمتی که شما در پایین میبینین آماده اسفالت است
که این قسمت تکمیل شد یک جای اسفالتش بخیر بندازیم. انشالله بخیر. جناب انجینیر صاحب از لحاظ تکنیکی اگر بر ما بگین که مثلا همین رمپ گرفته میشه با یه ارتفاع بسیار بلند، خانه‌هایی که در کنار از جی از بازینا اما دروازه ها و پیاده روا و مسائلی ها را که موانع ایجاد نمیکنه برشان؟ نه خیر، این دیزاینش طوری شده که همین رمپ مکمل پیاده رو و همین قسمت آبروی خود سرک داخل همین دیوار استنادی می باشه که از اینجا پشت دیوار استنادی که از مربوط همین خانه هایی که فعلا موقعیت داره مربوط اینا است دیگه، داخل از این مربوط سرک میشه که همه چیز پیاده رو، بخش کمیونیکیشن، مخابرات و همه چیز داخل می سرک در نظر داخل می سنگکاری در نظر گرفته میشه که سرک هم در اینجا است، در وسطش است، پیاده رو در اطرافش. کوتاه بر ما همین سوال ما رو جواب بتین جناب انجینیر صاحب که همین سرک شامل چی چیزها است و چی سهولت‌هایی داره این سرک؟ خب پروژه شهروالی کابل تقریبا یک پروژه مکمل است که آبراها در نظر گرفته میشه که ما جوی استونمسینری یا سنگکاری داریم که از قسمت 0.460 شروع میشه تا ختم در کانال عمومی وصل میشه که همون کانال عمومی وزیرآباد است، در ادامه پیدا میکنه و وسط سرک است که دم سرک در نظر گرفته شده، سرک اسفالت که شامل همین طبقات اساسی و دو طبقه اسفالت که بندر کورس و وایرینگ کورس می باشه و اطرافش شامل پیاده رو است که پیاده روش سنگ فرش است، سنگ فرش معیاری که همون انترلاک است. ما او را تقریبا کارش ختم است، تکمیل شده. شما که قسمی که میبینین او را ما از انترلاک کار کردیم. بسیار عالی. دیوریشن از این پروژه چقدر وقت بود و چی وقت انشالله که به بهره برداری سپرده میشه و همه ما شاهد افتتاح و استفاده از سرک می باشیم بخیر؟ وقت پروژه 6 ماه بود که ما تقریبا در اخیر میاد قرار دادیم. هیچ چیزی کار ما نمونده. یگانه جایی که مونده امی شاید یک هفته کم بیشتر امی ساحه در بر بگیره که انشالله در اون میاد ما پروژه را تسلیم شهروالی کابل میکنیم. از شما جان سپاس. تشکر شما. بخیر سلامت باشید. بخیر. بیننده های ارجمند، دوستداران خوب شبکه همهمه میتونید شما را خوش آمدید میگیم. تصاویر هم دیدیم دیگه، جزئیات بیشتر جناب انجینیر صاحب با ما شریک ساختن. امید است که تا ایدم با ما همراه بودین، از برنامه لذت برده باشین و قسمی که ما همیشه و همواره در همه گزارشات خود همین جمله خودم میگم، شما نگوین که والای جمله تکراری است، بلکه تکراری نیست، با آن هم تکرار میکنم. این است که با بازسازی ها، با شروع همچون پروژه ها که هم زیبایی هم سهولت را میاره بر وطن عزیز ما، زمینه کاری را بر تعداد کثیر از هموطنان عزیز ما نیز مساعد میسازند، چون از طریق این پروژه ها میتونن اونا کار کنن، چی روزماز چی ماهوار یک نفقه برای فامیل خود ببرن. خوب است انشالله؟ والا شکر فضل خدا. سلامت هستین؟ سلامت باشین. قربانت. چقدر وقت میشه یا خودت ما کار میکنی؟ مدت 3 ماه میشه که کار میکنیم. 3 ماه میشه. 3 ماه میشه. بله. خود دیگه کارمند روزمزد هستی؟ والا ما فعلا روزمزد هستیم. ما هفته معاش خودم میگیریم و حساب روزمزد میدیم. اگر روزی که ما بیایم حاضر هستیم، نبیم غیر حاضر هستیم، روزمزد میشیم. خب روزمزد هستین دیگه. باز روزانه چند میگیرین شما؟ روز 3.5 ساعت. روز 3.5 ساعت میگیریم. علاوه از 3.5 ساعت باز کرایه موتر و این نان و مسائل یا باز در گردن شرکت است و یک وقت نان چاش در گردن شرکت است. نان صبح در خانه خورده میایم، چاش در شرکت میده. خانه کجاست باز؟ خانه دالمان است، ابشار دالمان. از چند صبح میاین شما تا چند بجه کار میکنید؟ ما ساعت 7 بجه صبح در کار شروع میکنیم تا 5 دیگر. از 7 صبح تا 5 دیگر. بله. ماشاءالله که کارام بخیر دیگه رو به تکمیلی است. بله. کارم دیگه کم مونده، همین نقاط آخرش است دیگه. بخیر سرک دیگه پروانه 3 در سرک بادامباغ وصل میشه دیگه، چوره بادامباغ پروانه 3 در سرک بادامباغ وصل میشه. با دیگه بسیار یک سهولت خوب میشه برای مردم و برای همگی دیگه که واقعیت است که سهولت بسیار خوب شده بر مردم.
و چیز کارهای بنیادی است، کارهای که به اساس منافع ملی ما شما است پیش میره. ما افتخار میکنیم. الحمدلله شکر. قربان زنده و سلامت باشید. از شما تشکر. عاجز بقن بخیر باشید. لطف کردید. سپاس از شما. از برنامه با ساخت و ساز که صورت میگیره، یگانه چیزی که واجبه ما شماست همکاری است با دولت ما و با کسایی که همکنون کار میکنن. او ای است که ما باید در حفظ و مراقبتش سهیم باشیم. سرک که جور میشه چی رقم از او باید نگهداری کنیم، نمانیم که خدای نخواسته او سرک خراب شد. چون اگر به توجهی داشته باشیم این سرک اگر تکمیل شود سرک بعدی میمانه، پس دوباره توجه صورت میگیره با آبادی، یک قسمت جای دیگه از آبادی میمانه. بهتر شمی است با ساخت و ساز که صورت میگیره توجه هر کدامی ما شما در بهداشتش باشه و یکی توجه ما شما باشه. ببینید های ارجمند، من متأکد هستم که یک سرک دیگه آباد میشه، یک پل دیگه جور میشه. به هر حال برنامه ما ادامه داره. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. سلام علیکم. سلام. خوب است انشالله؟ خیر باشید. جانک جور است؟ خیر باشید. سلام باشید. دیدم پیشتر از امو چی میگن؟ لنگر میگن، بلدوزر میگن، چی میگن؟ دلار میگن. لنگر است. از اینجا تاش میام تا آمد اینجا. منتظر هستی خودت بخیال بکن. منتظر هستیم همین گلیدار خلاص کنیم بخیر ما کار خلاص شروع کنیم. خب ادامه بدیم کار. اینال دیگه ما کسک و نامت بر ما بگو. نام ما خواجه غلام صدیق. خواجه صاحب غلام صدیق. لنگر دیگه باز یک لنگر است یا دو لنگر؟ دو لنگر، یک تا خورده یک تا کلان که بغلای سنگار ما میگیرم ما بینا کلان میگیرم. همین لنگر چند تن میاد؟ یک لنگر 5 تن یک 16 تن. خب از خودت که از 16 تن است. نه از ما که از 4.5 تن 5 تن است. خب حالا خورد از خودت است یا کلان؟ خورده شد. خب روزانه چند ساعت خودت لنگر اینجا چی میکنی؟ 8 ساعت. 8 ساعت. این نمی تست شوه مثلا 98% باید شوه دیگه. این تست میگیرن لابراتوار بشه باید طبق لابراتوار ما لنگر میکنیم. اینال همی یک کمک بر ما زمین لنگر بر ما بگو که چی رقم شما کار میکنین، با کدام درجه کار میکنین شما، مثلا سفتی سرک چقدر شوه از خاکی مسائل یا دیگه رو بر ما بگو. نمی تا که 98% پوره نکنه سفت نشه ما گشتنده هستیم سر از. موادش خوب باشه ان شاء الله زود باز میشه. اگر ذره مواد کم کیفیت باشه باز مجبور زیاد بگردونیم که تا سرک سخت شده که سوار روز نشست نکنه. سرک خراب بشه نه. یعنی 98% باید تکمیل. 98% باید تکمیل کنیم. خب اینم 98% بر ما بگو چی رقم خاک انداخته میشه باز پس دوباره خلاص دیگه. اینمی گلیدار صفایی خود میته خلاص میشه. باز لنگر کلان ما یک پاس میزنیش. یک پاس که زد بخیر باز جایی که اگه در خالیگاه داشت اون را خاک بندازن باز ما شروع میکنیم میگه تا وقتی که بخیر او تکمیل میشه. باز میاین باز تست میکنن مقاومت شک 98%. باز انجینر لابراتوار میاد تستش میگیره باز اون هرچی که طبق لابراتوار اون کار میکنه. چرا 100% 98% میگی؟ 98% خوب است. کرونا هم است دیگه از 90 از 100 بالا شو با خرابی میکنه پس 98 99 بهترین تست است. 98 و 99 بهترین تست است. یعنی نتیجه خوب داره دست. نتیجه خوب داره. تشکر از خودت. زنده باشید. سلام. سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ خیریت سلام است. شما خوب بخیر است؟ باشین. سلامت. بخیر است ان شاء الله. شما خوب هستین؟ سرک نو مبارک باشه. بخیر باشین. سلامت. مشکلاتتون که رفع شده این تبریک باشه. بخیر باشین. سلامت. اسمتون؟ انیل حیدری. انیل جان حیدری. انیل جان شما باشنده این محل است؟ بله هم باشنده این محل هستیم. در رابطه با این سرک که بر شما جور شده در این رابطه بر ما بسیار یک کار نیک است. دیگه هر کسی که باشه میفهمه کار بسیار نیک، کار بسیار خوب. هرچی که آبادی شود تنها در اینجا نیک در تمام کابل در تمام افغانستان هرچی پیشرفت کنه ما که خیر مردم است. مردم آسوده میشه و آرام میشه مردم. یک گپ کاملا واضح است. الحمدلله. ان شاء الله ما خوشحال هستیم که این سرک با پخته میشه وصل شدن از این بسیار راه را برای موتروانا کوتاه میسازه، سهولت ایجاد میکنه. بله. همچنان کانالا را جور کردن حال پیش از پیش مثل سابق نیست که او در سرک برای تشویش جنجال تا بالا
یا معلوم دار است هرچی که بهتر آبادی شود و بیشتر آبادی شود اونقدر فایدهش بر مردم میرسه. فایدهش بر مردم میرسه. خیلی بینی. خب کوتاه بر ما بگو که چقدر مشکلات داشتین سابق؟ سابق مشکلات زیاد بود، خاکباد بود، بوی بود، در جویا استاد میمان. مسیری که بود کوتاه بود. مسیر این سرکات تمامش بسته بود، در جایی که سرک پختم شده بود تا آخر کوچه بند بود. حالا این ان شاء الله که این سرک باز شد فعال شد دیگه سهولت بسیار برای مردم میشه، برای مردمایی که از طرف چهارراه شهید، انقرا، کوته سنگی، سرای شمالی یا مسیر بسیار کوتاه شده و بسیار سهولت ایجاد میکنه برای مردم، هم از ازدحام هم از تمام چیزای اضافه. قربان بخیر باشین. سلامت. تشکر. چیز کار خدمت برای ما باشه. تشکر. بخیر. دوستای عزیز، علاقمندان خوب برنامه، رسیدیم به پایان گزارش امروز. امید است که برنامه یک ما طرف توجه و همراهیتان قرار گرفته باشه. انشالله که برنامه های ما ارتباط داره به آبادی. برنامه هایی است که خوش هر هموطن عزیز ما میاد، چی در داخل از کشور باشه و یا چی در خارج از کشور. به هر حال بازم براتون میگم که امیدوار هستم که برنامه ما طرف توجه و همراهیتان قرار گرفته باشه و تا تقدیم برنامه آینده که باز هم انشاءالله در خدمت شما با یک گزارش دیگه قرار میگیریم. شما را به الله پاک بنیاز میسپارم. خداوند یار و یاورتان.